پس از تماشای ویدیوی زندگی 17 نفر در یک خانه از روزگار تلخ اویله اسماتوف که 17 نفر از جمله با 5 فرزند نوبینا در حجره تنگ یک خوابگاه زندگی میکردند، صاحبکار شناخته تاجیک حاجی محمد جان مرادوف رهبر شرکت ساختمانی سرمنزل به عیادت این خانواده آمده برای همسایه‌های آنها چند دیک کلان مانده آش داد و سپس از اسماتوف خواهش کرده است که به ماشین‌های آورده‌اش سوار شوند. رستم عظیمی خبرنگار نشریه اویلا این لحظه را چنین به رشته تصویر کشیده است: کسی از اهل اویلا نمی‌دانست که صاحبکار معروف آنها را به کجا میبرد، ولی بعدتر معلوم شد که حاجی محمد جان مرادوف برای این اویله کمبغل در مرکز شهر حوله خیلی کلان و زیبای و پرشکوه خریده الکی آن را تعمیر نموده است. وقتی که کلید حوله را به دست اسماتوف سپاریدند، تمام اهل اویلا زور زور گریه کردند، ولی این اشکها اشک شادی بودند. منزل نو اسماتوف از 5 حجره و حوله کلان عبارت بوده، با جهاز روزگار از قبیل قالین و پرده، تلویزور، یخدان، ماشین جامه‌شویی، دستگاه خوراکپزی و کوسه و طبق تامین کرده شدند. صاحبکار رمدل غمی خورد و خوراک مایوبان را نیز خورده، انواع خوراک را از قبیل ارد و روغن، برنج و شکر، کارتوشک و پیاز و غیره ذخیره نموده است تا اسماتوف از یگان چیز تنقیسی نکشند. محمود جان مرادوف همچنین برای 3 فرزند این اویله که در روسیه در مهاجرت مهنتی قرار داشتند چپته هواپیمایی خرید تا به وطن به نزد والدان و زن و فرزندانشان برگردند. می نویسد رستم عظیمی که محض با شرافت نوار ویدیویی تهیه کرده او اویله اسماتوف صاحب خانه خود شد. نشریه اظهار امید کرده است که صاحبکاران دیگر نیز از محمود جان مرادوف درس عبرت گرفته به چنین اویله های نیازمند دستیاری دراز می کنند. سامانه اویلا برنامه ویژه را با نام امید آخری پیش میبرد که توسط ویدیو درباره زندگی سخت اویله های محتاج و بیخانه قصه میکند و چندین اویله تا امروز با شرافت این برنامه صاحب خانه شدند.